مسلمان‌ها 3000 نفر با امپراتوری اروپا جنگ کردند. 600,000 عسکر داشت. 600,000 عسکر. وقتی که خبری خروج لشکری مسلمان‌ها رو فهمید، امپراتور گفت که چند نفر برآمدین به جنگ؟ 3000. گفت 200,000 لشکر جدا کنید. یعنی غیر خلق خودی اونا عسکراشون علاهیده بود. اما پیامبر صلی الله علیه و آله موسفیدها جوانای حتی 14 ساله 13 ساله التماس میکردن که به ما هم اجازه بدید ما هم رویم اشتراک کنیم. لشکری پیامبر صلی الله علیه و آله عبارت از مسلمانان خاص مخصوص عسکر نبود، خلق عادی میخواستن میرفتن. وقتی شنید که 3000 کس به راه برآمده است به سوی تبوک، 200,000 عسکر جدا کرد. گفت 200,000 3000 غلبه میکنن. بس اصلا میخواد مغلوب شدن قسم به نام الله. بنابراین دشمنای اسلام خاطراشون جمع کردن که این مسلمانای مغلوب کرده نمیشه. چیکار کردن؟ اینکه بیاید اینا یک دیگه‌ایش که جنگ میاندازن. اینش نشه کافر میگوید، اینش نشه اهل بدعت میگوید. همین عیب کاوی هم دیگر که آواره و اعتصموا بحبل الله جمیعا یک طرف گذاشتن. با آیات عمل نکردن، با قرآن عمل نکردن. دشمنای اسلام اومدن یک گروه ظاهرا اسلام گویا خودشون دعوای اسلام کردن، ما مسلمان گفتن. ولی مسلمان ها رو میکشتن. الله اکبر گویا که سری مسلمان ها رو میگرفتن. اینا بسیارش کافر بود همین آدما. و بعضی مسلمان هایی که در داخل آنها بودن فهمیدن که اینا مسلمان نیستن یا فهمیدن که اینها نادرست هستند، چون که خلاف قرآن و خلاف سنت کار کردن. وقتی که آگاه کردن که کارش ما خلاف قرآن و سنت است، کشتن آنها را. روز قیامت شهادت میدن اونها. بنابراین مسلمان‌ها باید زیرک شد. وقتی که دو مسلمان جنگ کرد، وقتی که مسلمان دیگرها را مانده فقط به مسلمان‌ها چسبید، دانید که این دستی دشمنای اسلام است. میخواهد شما را با برادرتان به جنگ اندازد و شما هم دستگیری کند، اونها هم دستگیری کند، شاید که همدیگر زده از بین روید. لیکن هزار کار کند این دین مقدس اسلام دین الله است. با عز عزیز و با ذل ذلیل بینیشه به خاک مالت دشمنای اسلام که الله تعالی این اسلام قوت میده. مسلمان‌ها به این دین عمل نکنند، مسلمان‌ها به دینشون دستگیری نکنند، نصرت ندهند، الله تعالی این دین نصرت میده. الله تعالی دینش پررو میکنه، دینش عالی میکنه. ولو کره المشرکون، اگرچه کافرها مشرکا این کارا بد بینن، این دین الله است. بله، مسلمان‌های بی‌فهم از سیاست بی‌خبر، زیرک نیستن، ساده هستن، اینها رو به همدیگر جنگ میاندازن. بنابراین باید مسلمان‌ها زیرک باشن، از همه علم‌ها با خبر باشن، ساده نباشن، دانن که این جنگ به فایده کی هست، کی را استفاده برده ایستاده است، چیزا خوب دانن. الله تعالی همه ما را برای راست هدایت کند.